گیلا با کجایی؟ بیا اینجی. بله خلیفه. کجایی تو هستو؟ ها با کجایی؟ خیز کو بده برو هم سگ پلاس بیار بده. سگ پلاس؟ آه خیز کو دیگه. خوبه. تستید. این چرا دیر کرد گیلا؟ گیلا گیلا بله. آنه خلیفه. بیا بردی. آه بیا. نه این چیه؟ سگ پلاس. یعنی تو واقعا نمیفهمی؟ میفهمم خلیفه. چرا نمیفهم؟ نام خود حال یاد گرفتم خیلی. سنی خور مثل یک شوتوری رای کردی ما تو برای چی رای کردم؟ این چیه؟ سگ پلاس. رنگ پلاسیه. بس کجا بسته کنم؟ تو یعنی عمیق زر نمیفهمی تنی خور مثل یک شوتوری یاری کلون کردی؟ چرا؟ نمیفهم خلیفه. یعنی واقعا میفهمی ها؟ آه لا اله الا الله. کو برو یک سگ پلاستگی بیارد برو بخی. این کجا بسته کنم؟ اینجا بسته کنم. برو سگ پلاستگی بیارد. خوبه. لا اله الا الله. بخی شد اگه. من شاگردی بیاردم بدم دست و کمی تو مثل برق وری کار کنه. لا لا خلیفه. نه آنه. این هم سگ پلاس دیگه. خوب گوش کن. برو برو بس. اینم بسته کنم اینجا. برو مرد. بیا بیا این بسته شد اینجا. این تو دیگه نشده. ما خودی از این اشته کنم من. سایه آره خلیفه جان اردید تو خوب گوش دگه چی بیارم اشتا پلاس بیاره خلیفه. بشم اینجا. سایه یک دقیقه بیا بگه. بله مستری. تو سعی که تو که خدا با ما اشتا خوب شاگردی داره بله. که به 2 روز بیخی همیتا کاسب شده. تو وقتی برو یک گوسپند پلاسی هم بیار وقتی. گوسپند پلاس بده. چه کاره؟ هیچی بمیشه میتنه خوب بزی گفتم تو برو سگ پلاسی بیار که ما وزیر همین موتر شیشتم شونکان شدم برفته به من سگ آورده. همین شاگرد شما؟ بازم گفتم هروی تنه بیتون برو تو سگ گفتم همین گوسپند پلاسی بیار که سگ کنم این میفهمه یا نه که نه خود در نافهمی میزنه. ما با شما یک رای نشوندم. چی رای؟ شما یک کاری کنید. خوب شما این برای آدمی یک چیز دیگه رای کنید بگو باید همین چیز بیار. بعد از این بگیرین کی خود به کوچه اصلا چپ میزن یا من خوب همین خاطر این رای کردم گفتم برو گوسپند پلاس رای کن. شاید هم ببینه گوسفنده او. ببینم که چه کار میکنه باش که بیای. دو تا سگ آورده. به دفعه اول گفتم برو سگ پلاسی بیا برای اوی سگ آورده. به دفعه دیگه بازم از روی تنه گفتم برو باز سگ پلاس دیگر بیا. بازم همین زر عقل کار نکرده برای تو سگ دیگر آورده. نه خب خدافظ شما. کجا میری؟ برو کار خلاص کنی. خوبه برو.
بوس پلاس آوردم. آنه بیا. آنه خلیفه. آفرین ماشاءالله. خیر ببینید تشکر. این کجا نگذارم؟ بده برم مرغ پلاس رو هم بیاره. مرغ پلاسه؟ مرغ پلاس بده. مرغ پلاس هم میارم. چشم. بده من خبر میشه که توی کاسب کاری از وقت بیار تو میگفتن تا شیر میردی. ماش من بالا میکشه خلیفه. بالا میکشم. بده تو برو. این میگه ماش من هم بالا کشی. راست میگه برو همین ماش تو رو هم بالا کشم از اینم بالا. متیونی یا خروسی؟ برو بیار هر چی میری بده مرغ پلاس بیار. وای. وای سکو تو بیزی میگم تو برو سک پلاس بیار میره با من ساگ میاره تنی خورده می بیاغلی و نافهمی کلون کرده سکو تو خیلی توفنگ هم بزدن که خدا با ما پسری داده من تنی بری و هر چیزی میگم همی تو زیق میزنه و خوشحاله اونی بول سکو تو برم مرغ آورد که برسی من چون اینا را از کجا میاره ای؟ واقعا که تو شاگرد خوبی اگر به مثل تو هر آدم 5 تا دیگه همیت آدم ها خوبه باشه دیگه افغانستان گلزار خوردی هست دیگه خلیفه این همه اونو پیشتگاه آفرین بیخی خوب گپیه برو یک خرگوش پلاسی هم بیار خرگوش پلاس؟ بده یک زرمی موتور به کار داره بده بیلا سفید سیاه فرق نمیکنه خلیفه برو نه فرقی نمیکنه خلیفه خدا ماشاءالله آفرین با تو برو خرپلاسی هم بیار بده خرگوشه برو خرپلاسی بیار برو خرپلاس؟ خرسی یا سفیدی؟ اما هر کدوم که بگیری تو برو خرپلاسی بیار مقصد این قایم کنیم پیران خود پس کنیم خلیفه نه گم نشه خاطری مسخره میکنی تو برو بگیریم محکم بگیریم بده برو تو خرپلاسی بیار همینجا باشه گم نشه خوبه خرپلاسی خب ما دیگه چیزی نمایی که با خودی هم بگم بیارم مردی تا دیگه یک زر نرم سکو جوان آفرین با تو آفرین شیر مادر تو ماش تو چنده؟ 160 هفته 160 آفرین از این هفته با تو قول میدم که ماش تو 250 ریتم 250 با بیلا یعنی اموک زر میده خیلی هوشیاریم نام خدا خیلی هوشیاری نام خدا من پیار من بزنو از اول کلون شدی تو آدم من به سراخو کلون شدم آفرین ماشاءالله من به پیار خوب گفتم بابا من ببرین که شغل یاد گیرم با من میگن نه برو تو چیز بفروشک میگم من که پیار تو کیسه گونی میگم کاش گیر جلوتری رای میکردی به پیش حالی هم یاد میگیرم یاد میگیری سگ تو برو هم یک گو پلاسی بیاره خوبه باید اگه به جلوی تو بخورد یک خرپلاسی هم بیاره خرپلاس و گو پلاس گو پلاس خرپلاس گو سیاه یا سفید هر کدوم میاری حیات تو نره خب شیر بده یا گو بنده باشه شیر بده فکر کنم بیتره برو خوبه چشم تکرار کن خرپلاس چی بگم خرپلاس گو پلاس خرپلاس گو پلاس همین تو تکرار کرده برو تا بیاری خرپلاس گو پلاس خب خرپلاس جنگ نکنیم بگی سگر جنگ نکنیم برو خرپلاس گو پلاس خرپلاس گو پلاس خرپلاس گو افتخار هم میکنه که من کار میکنم ولی ماما شاگل سلام علیک خوبه خیر ببینیم ماما شاگل تشکر از شما تشکر از بچه شما خیر ببینیم واقعا که بچه خوبیه این چرا 2 روز جلوتر شما رای نکردیم همیت یک بچه کاسب خوبه یک 3-4-5 تا دیگه بچه نداریم بخاطر ازی که من ضرورت دارم همین جواب دم دستم کار کنه ما واقعا از روزی که این بچه شما بیامده من ماش از ایران بالا بردم بله سعی باز من ماشم یک چکری میایم با برای شما میگم خیر بینیم خوبه خداحافظ شما یاری هم خوشحال شده که بله بچه ها من هم دیگه باشه خوشحال هم هستی تو با خونه خوششته خبر نداره که به پیش ما چی ری کرده